سلام دوستان عزیز، برای شما امروز 5 محصولات عجیب را نشان میدهم که از خطای فرمایش دادن و واقعا زندگی را آسان‌تر میکند. بیایید ببینیم که کدامش جالبتر است. ویدیو را استاپ کرده پس سوالای مانده تا آخر تماشا کنید. محصولات یکم مینی بلندر. این مینی بلندر چنان خرد است که در سونکا جای می شود. در 3 ثانیه باشد شربت را تیار کرده می دهد. نرخش باشد همگی 48 سومانی. بیایید طرز استفادهش هم میبینیم. محصولات دوم، چراغک ذهنی. این چراغ شب دارای سنسور است و هنگام شب روشن می شود. برای کودکان و خوابگاه بهترین می باشد. نرخش باشد همگی 5 سومان است. بیایید طرز استفادهش می بینیم. محصولات سوم، ارگانایزر برای کابل، یعنی پستافکای کابل. چقدر کابل داره که دویم پیچیده هستند، با این ارگانایزر همش ترتیب می شوند. نرخ 26 دانش همگی 17 سومان می باشد. بیایید طرز استفادهش تا آخر می بینیم. محصولات چهارم، پرداز کننده اتوماتیک شیشه ماشین. محصولات حقیقی برای ماشینتان. می توانید شیشه ماشینتان را با آسانی تازه کنید. نرخش باشد همگی 4 سومانی. بیایید طرز استفادهش تا آخر تماشا میکنیم. محصولات پنجم، محض کننده دستی. برای پس از کار آمدن دستتان را محض میکند و فشار را کم میکند. نرخش همگی 340 سومانی. بیایید طرز استفادهش تا آخر تماشا میکنیم. اگر شما این محصولات ها را دوست دارید، لایک مانده پادپیس کنید و در کامنتاری نویسید که برای شما کدامش پسند است. اگر شما میخواهید زکس یاد گیرید، می توانید به ما نویسید یا می توانید به ما فرمایش داده ما به جای شما زکس کرده به شما روان میکنیم. خواهشمندان می توانند به واتساپ یا تلگرام ما نویسند. تا ویدیوهای دیگر سلامت باشین.